صبح بر وقت 2 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 9:40 دقیقه جمعه بازار شهر خوجند به کام آتش رفته است. در ثبت ویدیویی که نسخش به دست اداره پایگاه خبری بامداد رسید دیده می شود که آتش بازار فرا گرفته است. در یک عکس دیگر دیده می شود که از بنای بازار تنها دیوارهای بنای بازار و چند تخته سوخته و سیاه شده باقی مانده است. سبب سوختار معلوم نیست. مقامات این حادثه را تا حال شرح ندادند. این یگانه حادثه سوختار بازارها در تاجیکستان است. تازه صبح 31 آگوست سال جاری بازار مساله ساختمان مشهور به تخته بازار در کوچه به نام اوروق علویدین و شهر ایسار نیز دچار سوختار شده بود. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 در جمهوری 581 حادثه سوختار ثبت شده است که این نظر به 476 سوختار نیمه اول سال جاری 106 سوختار بیشتر است. امسال در نتیجه حادثه های ناخوش سوختار در تاجیکستان 18 نفر از جمله 9 نابالغ جان باخته به مالکیت دولت و شخصی شهروندان به مبلغ 9,376,000 سامانی ضرر مادی رسیده است. سال گذشته هرچند تعدادهای حادثه‌های سوختار کمتر بود ولی ضرر رسانیده‌شان خیلی بیشتر 14,484,000 سامانی برآورد شده بود.